سلام. امروز 26/9/1404. دوباره هوا رو نگاه کنید تو رو قرآن. ما هم کجا زندگی میکنیم؟ جنوب تهران، سمت شهرره. اینا الان تو اتوبان آزادگان هم انقدر هوا کثیفه سردر گرفتم. والا مردم به قرآن چه عذابی دارن میکشن. کوه به زور معلومه تو این هوا. تا میخوریم فقط دوده. خدایا همیشه دعا میکنم فقط اینقدر خدا تو شکی ندارم از مهربونی و بزرگیش، اینقدر کمک کنی که بتونیم دست خیلی ها رو بگیریم، کمک خیلی ها بکنیم، مشکلات همدیگه رو خودمون حل کنیم، کسی که به فکرمون نیستش. ایوالله داریم